درستی وجدانی بودنی محبت و طرفداری احمد مخدومی دانش بودنی این ملا بچه 15-16 ساله را حتی از مشاهده او در هنگام مصاحبه و مبادله افکاری ملایان رقیبی او ملا عبدالسلام، ملا قاسم و قاری بیگی با یک دوستی این متفکری بزرگ خلق تاجیک ملا محی الدین که صدرالدین شاهدی آنها بود تصدیق کردن ممکن است. صدرالدین در این معرکه از زبان ملا محی الدین می فهمد که احمد مخدومی دانش از بس که آن 3 ملا را بد می دید و صحبت را برای با آنها گران و نافارم حساب می کرد، خود را بیمار ساخته عذرخواهانه به نزدشان نبرآمد، چون که خود آن ملایان با احمد مخدومی دانش هیچ گونه مهر و محبت نداشتند. مثلا از بین آن 3 ملا، ملا عبدالسلام احمد مخدومی دانش را بی اساس متکبر و مغرور که اینها یکی از صفتهای شیطانند می شمارید، یا که ملایان و کلانان مدرسه میری عرب در غایبش احمد مخدومی دانش را کافر، کشتنباب، بدعتکار می شماریدند. اما ملا محی الدین این فکری آنها را تماما رد می نمود. به سبب آنکه احمد مخدومی دانش کارهای اکثری آن ملاها و کلان شوندگان مدرسه را منافقی می شمارید، آنها را احترام نمی کرد و به سلامشان خنک جواب می گرداند. صدرالدین نمی توانست چنین سخنان ملا محی الدین را درباره احمد مخدومی دانش در هنگام آن مهمانداری این متفکر در عقل و شعور خود نگاه ندارد. من بارها از احمد مخدوم شنیدم که می گفت نفاق بدترین صفتهای آدمی است. من خود را به کشتن می دهم اما منافقی نمی کنم. اما ما و شما، ملا محی الدین برای سبکتر کردن باری همصحبتان خودش را همراه کرده گفت، اما ما و شما از بس که به نفاق عادت کرده ایم، قباحت وی به نظرمان نمی نماید، وگرنه در حقیقت دل دیگر و زبان دیگر بودن بدترین خصلت هاست. صدرالدین عینی، کلیات جلد 6، صفحه های 274 275. همین ملا محی الدین کلانگر، هوابلند نبودن و با آدمان بی سواد مهربانانه و خاکسارانه معامله نمودن و الفتی بودن احمد مخدومی دانش را آن طوری بیان کرده است که آنها برای صدرالدین طالب علم درسی بزرگ گردیدند. هر سال یک بار به صحراها سیاحت کرده با دهقانان خاکپاش برادروار شین و خیز می نماید. تکبر و کلانگیری از احمد مخدوم فرسخها دور است. به کلانان مدرسه میری عرب جوابی سلام نگردانیدن او از کلانگیری نبوده، بلکه از نفاق و منافق را بد دیدنش آمده است. همانجا جلد 6 صفحه 275 میگوید ملا محی الدین به شریکان خود: همین است آغاز مهر و شفقت و طرفداری وجدانی عینی به احمد مخدومی دانش که در فصل بهار سال 1891 در حوری خود احمد مخدومی دانش به وقوع پیوسته بود. همین طور
عینی 22 مارس سال 1891 سال نخستین تحصیل 1891 را به آخر رسانده با اکاش سید محی الدین خواجه به سال تحصیل من بعده 1892 تیاری می بیند. سال تحصیل 1892 به سبب آنکه خرج سید محی الدین خواجه تا این وقت تمام شده بود، او با مقصدی برای سال تحصیل 1892 خرجی و غذا و لباس جمع آوردن با تکلیف یک شریک درس ترکمنی کرکیگیش در اول ماه حمل سال 1308 هجری آخرهای مارس سال 1891 به کدام یک اوبه دهه ترکمن نشینی دشت کرکی به وظیفه مکتبداری می رود و بچگان آن اوبه را تعلیم و تدریس می دهد. عینی این لحظه را بعدها در مختصری ترجمه حال خودم به طور ذیل به خاطر می آورد. برابر تمام شدن تحصیل، آذوقه اکه‌ام هم تمام شد. او برای خراجات سال آینده را یافتن به صحرا برآمدنی شد. یک شریک ترکمنش او را به کرکی برد که در آولهای ترکمن او را در ایام تابستان مکتبدار معلم کنند. کلیات جلد 1 صفحه 30. از جمله های فوق و از جمله های دیگری به آنها مانند عینی معلوم می گردد که سید محی الدین خواجه هم آذوقه و لباسواری و هم مواد و خراجات خود را در سالهای تحصیلش در مدرسه به واسطه فعالیت و کار و مهنت معلمی و یا امامتی در هنگام تعطیل هر سالش در یگان دهه یا قشلاق و یا آول و اوبه یا تاجیک نشین یا ازبک نشین و یا ترکمن نشین در هنگام تعطیل در بین ماه‌های اپریل سپتامبر تأمین می کرده است. خودی صدرالدین باشد و واسطه خدمتش در نزد خوجینان نامبر شدهش ملا عبدالسلام، ملا قاسم و قاری بیگی معیشت، رزق و روزی و خوراک و نوشاکی خود را به دست آورده بعد از به اتمام رسی سال تحصیل 1891 با همین خوجینان خود تا هنگام گرم شدن هوا، یعنی تا آخر ایام توتپزی در بخارا در مدرسه میماند و خدمت آنها را به جا آوردن میگیرد. او تا به صحرا برآمدن چی خودش و چی خوجینانش در بهاران در ماه‌های اولی تعطیلش در وقتی از خدمت در نزد خوجینانش فارغ ماندن در کوچه و پس کوچه ها، بازار و رسته ها و محله و گذرها و اطراف بخارا سیر و گردش کرده درباره آدمان کسب و هنرهای گوناگون، شرایط و وضعیت، طرز زیست و زندگی اهل آن جایها، چگونگی احوالی معنوی و اخلاقی، مناسبت مردمی دوران خود، تأثیرات و تصورات و مواد و معلومات کاملتر و پرتر و دقیقتر و وسیعتر پیدا می کند. عینی کلیات جلد 1 صفحه 31. هنگامی که در میانه‌های تابستان در ماه ایول سال 1891 هر سه خوجین صدرالدین ملا بچه به صحرا و قشلاق‌های خود رفتند، خود او همراه یکی از خوجینانش داملای کنجکیش ملا عبدالسلام
اول به دهه محله و بعد از آنجا به خانه بابا کلان و مادر کلان مادریش به دهه محله بالا هم به نزد آنها و هم به پیش دادرانش سید سراج الدین خواجه و سید کرام الدین خواجه می آید. صدرالدین تنها در همین وقت بعد از به دهه محله بالا آمدنش آگاه می گردد که در همین زمستان سال 1891 دادری خردترک دوستدار هوشیار و با عقل و شاعر مزاجش سید کرام الدین خواجه در خانه بابا کلان و مادر کلانش وفات کرده بوده است. چنان که بعدها عینی می نویسد، تقاضاهایش برای آنکه سید محی الدین خواجه و صدرالدین را در ایام تحصیلشان پر یأس و الم نکنانند و به غم و اندوه نه اندازند و گرفتار نکنند و پریشان حال نگردانند، آنها این خبری شوم و ناخوش وفات سید کرام الدین خواجه را به آنها نرساندند. سبب اساسی وفات سید کرام الدین خواجه آن بوده است که وی از خردساری به کمخوراکی، بدخوراکی و حتی بیخوراکی تاب آوردن نتوانسته، تخمیناً 5 سال عمر دیده از عالمی روشن می گذرد. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه 277. در آن وقت و سالی که سید محی الدین خواجه و صدرالدین در مدرسه می خواندند، احوال مادی و معیشی دادری سیومشان سید سراج الدین خواجه که خودش در اصل خیلی ضعیف بدن و سست بنیاد بود، در خانه بابا کلان و مادر کلان مادریشان باز هم بدتر شده، اعضای بدنش تا رفت سستر، ضعیفتر و لاغرتر گردیده بوده است. در چنین وضعیتی بدی و سرمشقتی و سنگینی نیک و احوالی، زندگانی خانواده بابا کلانشان همراه خان خراب و خود او کم قوت گردیده و بدنی مادر کلانی با تأثیری سوز و گداز و داغهای پسر و دختری متوفایش ملا دهقان و زیورای از حرکت مانده، دلی صدرالدین را ریش ریش نموده بودند. عینی بعدها آن لحظه های پرعلم و غمانگیز را که در حولی بابا کلان و مادر کلانش دیده بود، با جمله های ذیل این طور بیان کرده بود: من هم با ملا عبدالسلام به قشلاق تقاییم رفتم. در آنجا یک مصیبت زور مرا پیشواز کرد. دادری خردم کرام الدین که من او را بسیار دوست می داشتم مرده است. اما برای پریشان نکردن احوال ما این خبر را در وقتش به ما نرساندند. دادری کلانم سراج الدین هم که در اصل ضعیف بنیاد بود، قریب به مردن رسیده است. من مقرر کردم که او را هم همراه خود به بخارا برم. کلیات، جلد 1، صفحه 31. گرچندی تقایی کلان سید محی الدین خواجه، سید سراج الدین خواجه و صدرالدین روشن نیاز به کارهای دهقانی مشغول بود، گرچندی تقایی دیگرشان قربان نیاز بعد از قاضیگی را قطع کردن قاضی عبدالواحد صدری سریر وظیفه ملازمی را در قاضی خانه او نیز ترک نموده کسبی پختکشی را انتخاب کرده بود، و گرچندی تقایی از همه خردشان نیازخان چوپانی می نمود، ولی آنها نه تنها برادری صدرالدین، حتی اهل عائله های خودشان را
با زحمت و مهنت حلال پرمشقتشان سیر و تأمین کردن نمی توانستند. آنها نه تنها به سید سراج الدین خواجه بلکه به پدر و مادر خودشان هم مددی ضروری رسانیدن نمی توانستند. حالان که بابا کلانی 80 ساله اشان همراه خان و مادر کلانی 70 ساله اشان به مددی جزئی ترین و خردترین آنها محتاج بودند. پدر و مادر تقایی هایشان هر روز مشاهده می کردند که روشن نیاز مثل آنها پگاهانی یک کاسه آبی ماشناک ماشابه را دم کشیده، یک دانه نان زغاره را در بغل گرفته به صحرا می رود و بیگاهی با 2 سر پیازآبه آیلوی را می خورد. اما از زمین کشت او در سال 1890 3 من 24 پود ماش، 5 من 40 پود جواری سفید رویده باشد هم تخم کشتی از عبدالرحیم بای، یکی از پیرسنش‌های منفی رمن غلامان قرض گرفته را 2 چند کرده سپارید. مالیات زمین انداز و 10 وقف را املاکدار و اجاره‌دار 3 چند کرده گرفت و اندازی حاصل سالی وبای 1889 را هم ستانیدند. بنابر همین احوال پدر و مادر و فرزندان روشن نیاز بسیار بد شد که حتی مادرش از بسیار عمر دیدن او امید نداشت. تقایی از همه خوردی صدرالدین نیازخان در چوپانی آن ساله ضرری زیاد دید. در سال وبای 1889 در زمستان بیشترین گوسفندان خانواده خود و کسان دیگر حرام مردند. بنابراین بره های گوسفندان زنده مانده قراکوری طول 1891 را بهر زیاد کردن نسلشان نکشتند. حق چوپانی نیازخان که عبارت از پشم گوسفندان کسانه بود به حساب زکات گوسفندان در سال وبا تلف شده و زکاتچی رفتند و غیره. تنها تقایی کلان بعد از وفات تقایی کلانش ملا دهقان قربان نیاز غوزه جایداری پخت جلابان را از حلاجی گذرانیده پخته و پنبدانه را برکشیده به بای می سپارید و در این خدمت خود حق ناچیزی به او می رسید. همانجا جلد 6 صفحه 279. صدرالدین در همان سالی به تعطیل آمده همراه زنی تقاییش قربان نیاز و زنی روشن نیاز به خوزه کشی مشغول می شد و خود قربان نیاز حلاجی کشی را که تیر حلاجی وی مانندی چرخ آسیا تیز می گشت همانجا جلد 6 صفحه 280 ساعت قطع نمی کرد. از بین این 4 تقایی علی خان نام تقایی صدرالدین از دیگر تقایی هایش به کلی فرق می کرد. علی خان که از قربان نیاز 8 سال خردتر بوده چای فروشی 4 بازارگرد در دهه های گرد و اطراف از جمله در دهنوی عبدالله جان بود و در حولی پدر و مادرش زندگی می کرد. پخت و پز و خوراک و پوشاک اهل بیتش را تماما از پدر و مادرش و دیگر اعضای عائله های برادرانش جدا می گذراند و به آنها
هیچ گونه مدد نمی رساند. یک وقتی صدرالدین در یکی از روزهای یکشنبه فصل تابستان سال 1891 همراه تقاییش قربان نیاز به بازار دهنوی عبدالله جان می رود و در آنجا دکانی تقایی چای فروشش علی خان و کار و کردار نامناسبی او را می بیند. پس از این او به خلاصه می آید که این تقایی ممسک و خسیسی سوداگرش فعل و اطوار، خلق و خصلت و تنگ چشمی و خسیسی سوداگران گذرا را از خود کرده بوده است و در او هیچ گونه نشانه های کاری خیر و نیکی انسانی از جمله انسان دوستی و آدمیت را دریافت کردن ممکن نبوده است. اما در خلق و خوی قربان نیاز که با مهنت حلال و پاک زندگی می کرد، فکر و عقیده و خصلت‌های نیکی قاضی عبدالواحد صدری سریر تأثیر کلان رسانده بودند. صدری سریر همچون شاعر و دانشمند زمان خود و یکی از همفکران احمد مخدوم دانش با خصلت‌های نجیب انسانیش به قربان نیاز بر این همکاران و ملازمان و شاگرد پیشگان خود مناسبت‌های بهترین بشری را تشویق و ترغیب و تلقین می کرد. صدرالدین خواهرزاده‌اش چنین خصلت‌های خوب و نیک از جمله مهنت دوستی، بشرپروری، غمخواری، درماندگان بودن را در دیگر تقایی‌هایش روشن نیاز و نیازخوان نیز خیلی روشن مشاهده و دریاب می کند. صدرالدین ملابچه وقتی تعطیل و استراحتی تابستانه سال 1891 خود را با ذوق و هوس زیاد همراه تقاییش قربان نیاز در چور قزیل در نزد تقایی دیگری 10 مرده‌اش نیازخان و دیگر چوپانان که بیشترین وقتها تابستان و زمستان را در همین چول می گذراندند صرف می کند و با چوپانان زیادی رمه‌های سیرشمار شناس می شود. همه اینها بعدها با او مدد می رسانند که تصویری همین سفر و ابرز آن قهرمانان چوپانان 10 مرده ها را که در مرکز قهرمانانشان پروتوتیپ تقاییش نیازخانی جمع گردیده می ایستد، در بابهای 5-6 قسم سیوم رمن غلامان خیلی دقیق و واضح و حقانی و واقعی منظور خوانندگان گرداند. همین طور صدرالدین از سن نورسی و جوانی در مثال خلق و اطوار، خراکتر و خصلت و کار و کردار آدمان گوناگون خلق جمعیتی از جمله تقایی‌های مهنت دوست خود درباره چگونه بای بودن عالم معنوی و باطنی هر یک اشخاص مشخص مهنتی زمانش تدریجاً تصور حاصل می کند. آهسته آهسته مقام تربیه درست و حقانی و مهنتی پاک و حلال را در تشکل و تحول خلق و اطوار و خصلت و خراکتر زحمتکشان اصیل و حرامکاری و ناروایی و ناشایستگی، مکاری و تنگچشمی را در کار و عمل و فعل و عادت بدتینتان و پست نظران از جمله تقاییش علی خان معین می کند. عینی بعدها یکی از همین گونه صدمه این دو طرز کار و مهنت و خلق و اطوار انسانی را در مثال بدتینتی و پس نظری تقایی چاربازارگرد سوداگرش علی خان و در آدمگری و جوانمردی اصیل، در عالی همتی، نظربلندی، سخاوتمندی، احسانگری و مهر و شفقتی تقایی بیسوادی پختکشش قربان نیاز جمع-بست گردانده در یادداشت‌ها به طور ذیل بیان کرده است. تقایی سوداگرم علی خان
چقدر بدطینت و پست نظر باشد، تقایی پختکشم قربان نیاز همان قدر عالی همت و دانشمند بوده است. و حال آنکه هر دوی آنها هم بی سواد در یک خاندان در پیش یک پدر و مادری بی سواد در دیهه و در یک محیط پرورش یافته کلان شده بودند، اما من در آن وقتها نمی دانستم و نمی فهمیدم که به تقایی سوداگرم فعل و اطوار سوداگران تأثیر کرده او خصلتی تنگ چشمی سوداگری پیدا کرده است و تقایی کلانم قربان نیاز به ضمن این که با مهنت حلال زندگی می کرد در وی تأثیر قاضی عبدالواحد سریر بود که او شاعر و دانشمندی زمان خود بوده از همفکران احمد مخدوم کله بود. صدرالدین عینی، کلیات، جلد 6، صفحه های 286 287. صدرالدین مخصوصاً در تعطیل سال 1891 از سیاحت به چول با تقاییش قربان نیاز به نزد تقایی دیگرش نیاز خان حلاوت می گیرد. خود او قید می کند که بوی بدی شهر بخارا را فقط شمالی چول می توانست از دماغ من ببرد. همانجا جلد 6 صفحه 287. او در چول در خانه سیاه نیازخان اقامت کرده، با زندگانی چوپانان شناس می شود، با غلامی سابق و با غلامی 80 ساله که پسرش با سید محی‌الدین خواجه اکش شیرخواره بود و می خورد. عینی بعدها همین لحظه واخوریش را با غلام در رمن غلامان رحیمداد یا که نیک قدم این طور بیان کرده است: من خواستم که سرگذشت او را دانسته گیرم، چون که غلام بودن او را و در خردسالی از طرف ترکمنان تاخته آورده فروش شدن او را می دانستم و از او پرسیدم که در این باره به من حکایه کرده دهد. او به من با تفصیل سرگذشت خودش و همدیههایش را نقل کرد. این همان رحیمداد بود که از طرف غارتگران ترکمن تاخته شده به نام نیک قدم در 7 سالگیش به عبدالرحیم بای نام محله بالایی دیهه مادری صدرالدین فروش شده بود. سرگذشت این پیرمرد سوژت اساسی قسم یکم رمن غلامان را تشکیل کرده است. همانجا جلد 6 صفحه 292. شما گفتار 23 را از روی کتاب ادبیات شناسی ورزیده و منقد برجسته تاجیک صاحب تبرف زندگی نامه صدرالدین عینی سالهای 1875 1899 در قرائت عبدالرشید خوجمقولов شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.